ایران با قدرت به حمایت‌های سیاسی، بین‌المللی و رسانه‌ای خود از مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. برخی از مقامات غربی از من پرسیدند آیا امکان گشایش جبهه‌های جدید علیه رژیم جعلی اسرائیل وجود دارد یا خیر؟ طبعاً در شرایط تداوم جنایات جنگی و محاصره انسانی غزه و فلسطین هر احتمال و تصمیمی از سوی دیگر جریان‌های مقاومت محتمل است. جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در چارچوب دیپلماسی سران گفتگوهای فشرده‌ای رو با مقامات کشورهای مختلف منطقه از جمله عربستان سعودی انجام دادند و این گفتگوها در چارچوب استراتژی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین ادامه خواهد یافت.